در آخر جنگ جهانی دوم سرباز مکتوبی را با این مضمون برای فرماندهش می نویسد: سلاحم را زیر خاک گذاشتم تا کسی نیابد و نمی خواهم بجنگم. این تصمیم به خاطر ترس از مرگ یا عشق به همسر و فرزندانم نیست. راستش را می گویم. بعد از آن که یک سرباز دشمن را کشتم و درون کیسه‌اش را گشادم، چیزی عجیبی را دیدم که روی یک ورق نوشته شده بود: پدر جان، از روزی که تنهایم گذاشتی هر صبح تا غروب خورشید چشمانم به راه تو است. پدر، این بار برگردی تو را محکم به آغوش میگیرم و اجازت نمیدهم که به جنگ برگردی. و من خود را هرگز نمی بخشم که این کودک را گرفتار انتظاری ها نمودم و او تا چند غروب های دیگری خورشید چشم انتظار پدر خواهد ماند. لعنت بر جنگی که کودکان را از آغوش مهر پدر بی بهره می کند.